سلطان قلبم. بس دیگه، از حال میری؟ از حال برم خوبه، روحم داره از تنم در میاد. استغفرالله. بگذاریم، تکرار میکنیم. چی گفته بودم؟ تکرار زیاد خوبه، هر چقدر میتونی تکرار کن. تعریف کن ببینم. من چیزم، تاجرم. نامزد دارم. نامزدی؟ نه، عروسی. عروسی. شیرینی نیاز دارم، چند قاب آرد میخوام. قاب، نه گونی. شیرینی، نه حلوا. بی شیرینی که عروسی فطیره. پاشم، من به نظر چیز بشم مردم. ای خدا، یه غلطی کردیم، خدا آخر عاقبتمون رو بخیر کنه. آمین. وای، اون هم بر آقا نیست. آنا، خجالت نکش، برام تعریف کن. با بابات مشکلی دارین؟ سرورم، مشکلی نداری، ممنونم. چرا چنین فکری کردین؟ تو خواب هزیون میگفتی. چی گفتم؟ کامل نشنیدم، ولی گفتی بابامو نکشین. حتما خواب بدی دیدم. حالا با اجازهتون برم. متشکرم. میری؟ عجله نکن. میخوام اینو بدونی که هر کسی توی این خاک زندگی میکنه تحت مسئولیت منه. اگه هر مشکلی داشته باشی اصلا نباید خجالت بکشی، به من بگو. خیلی خوب. باشه. آنا، مواظب خودت باش، سرما نخوری و مریض نشی. تو امانتی برای ما، بعدا نگم بهت نرسیدیم. شب بقیه درسامون رو ادامه میدیم. به روی چشم سرورم. اگه دیشب به خاطر اینکه اونجا بمونه قش نکرده، اسم من هوشیار نیست. ممکنه واقعا مریض شده باشه سلطانم. تو حرم سرا شنیدم شب قبلش رفته تو بالکن خوابش برده، دست و پا چلفتی. چه فرقی میکنه؟ دیشب تو اتاق پادشاه بوده، تازه صبحانه رم اونجا خورده. گلزار، صالحه رو صدا کن بیاد. صالحه؟ خیر سلطانم. سوال نکن، عمل کن. مردم، آهای جماعت مسلمون، گوش کنین ببینین من چی میگم. شاید مثل قارون ثروتمند، مثل مجنون عاشقم، ولی یه چاره‌ای پیدا نمی کنم واسه دردم. این همه راه اومدم، از تپه ها رد شدم، اومدم بگه دل بر دل باختم، اونم عاشق من نشه. خب دیدین سر و روانو، هوش بگی از کجا تا کجا. بگذاریم بریم سر اصل مطلب.
عروسی داریم رفقا، ولی اگه تو عروسیم یه حلوا نتونم بپزم این همه مال و منال به چه دردم میخوره؟ از شما میپرسم. نه شما واقعا بگین. خب بدون شیرینی هم که نمیشه، اونم با پسته، از خوشمزگیش نمیشه خوردش. ای وای جوگیر شد. سلف قوزک گرفت. ادامه بده. الا ای حالن 3 گونیارد لازم دارم. عجب، تو این قطعی یه گونی که سره، یه درهم آردم پیدا نمیشه. بی خودت قصه کن. والا از من گفتن فردا همین موقع میام، هر کی مشکلمو حل کنه جبران میکنم. سکه طلا میدم بهتون. انگار اصله. ببینیم چی میشه، ایشالا نقشمون بگیره. آنا چی کار میکنی تو؟ چی کار باید بکنم؟ میرم سر کلاس. نمیشه، آخه جوریکافا تاکید کرده که باید حتما استراحت کنی. نمیشه، حالا که توجه بچه‌ها رو جلب کردن اصلا نمیتونم فاصله بندازم. خب الان من چی جواب بدم ها؟ بگو صبحانه پادشاه حالشو خوب کرد و رفت سر کلاس. کلش. خوب گوش کردی صالحه؟ این زنی که رو از اینجا میندازی بیرون. شما اصلا نگران نباشین، من میدونم چی کار کنم. سفیر دیمیتری همه چی رو میدونه، این ملاقات ها رو، به تخت نشستن منو. چطور ممکنه سلطانا؟ همونطوری که گفتید ما همه چیزو کاملا مخفیانه داریم پیش میبریم. پس حتما به اندازه کافی مخفی نبود آقا خلید. نکنه از اینکه به تو اعتماد کردم اشتباه کردم. ببخشید سلطانا، من فکر میکردم با تدبیر داریم عمل میکنیم. اشتباه کردیم. به شما قول میدم که تو راه سلطنت هر قدمی که برمیداریم برای من از همه چی مهمتره. دیمیتری به جای من میتونست با محمودم حرف بزنه. این واسه یه جفتمون نتیجه خوبی نداشت آقا خلید. بدون شک، ولی هدف اصلی سفری را درک نکردم. من فکر کنم راجع به شما تصوراتی داشته باشه. بله، میخواد با من همکاری کنه. معلومه که به تخت نشستن من به کار اونام میاد، ولی تا این حد ابله نیستم که با یه سفیر تفاهم کنم. دست به سر کردن دیمیتری رو به من بسپار، تو فقط هیچ کم و کاستی این نظر پیش بیاد. حتی تحمل یه اشتباه دیگرم ندارم آقا خلید. حالا که اینقدر نزدیک شدم نمیتونم از دستش بدم. یا وقت و یا اقبال. بر پدر این شانس لعنت. سلام علیکم، اجازه هست؟ بیام تو بشینم؟ علیکم السلام، بیا بشین عارف. نه خدا، من دیگه یه قرونم ندارم. پسر ما اگه شانس داشتیم 3 گونیارد داشتیم الان بار خودمونو بسته بودیم. باشه داریم، ولی این کار با صدقونی به هیچ وجه حل نمیشه. چقدر میارزه؟ والا میارزه. امروز یه تاجر اومد قهوه خونه دیوونه واسه 3 گونیارد تمام ثروتشو میده. اما ما شانسمون کجا بود؟ شاید اون داشته خالی مالی میبسته، کس چه میدونه؟ خودم دیدم طلای زردو. بگو جانم. فردا بازم میادش. دوست داری بیا با چشمای خودت ببین. ولی تو چرا انقدر کنجکاو شدی داداش؟ خیره. جفشیش اومد. ایوالا ایوالا بایزه. صبح بخیر بچه ها. امتحان داریم مادمازل؟ بله عبدالحمید،
میخوام ببینم تا حالا از من چی یاد گرفتی. وای، از هیجان همه چی رو فراموش کردم. نگران نباش، هر چیزی که بلدی هیچ جا نمیره. حالا انگار خیلی خوب کار کردیم که میخوایم امتحانم بدیم. چی یاد گرفتیم مگه؟ مهم نیست، ما به چیزایی که بلدی کار نداریم، به اون چیزایی که بلد نیستی کار داریم. والا امروز اصلا تو حال و هوای امتحان نیستم. یه وقت دیگه میگیری کبوتر. صالح، این بچه بازی رو تمومش کن. زود باش، تو هم مثل همه مینویسی. اما من مثل همه نیستم. صالح، لطفاً حدتو نگه دار و این کاغذا رو جمع کن. خب تو مگه بنده نیستی؟ پس خودت جمعشون کن. زود جمعشون کن، زودتر جمعشون کن. از یه کافر دستور نمیگیرم، جمعش نمی کنم. برو بیرون، گفتم برو بیرون، گفتم برو بیرون. جواب این کارتو پس میدی. هر کاری کردم چش نزد تو گوشم. تازه با وقاحت اخراجم هم کرد. هیچ کدوم از کارهایی که گفتیم به دردم نخورد. شما دارین چی کار میکنی؟ میری پیش پادشاه و میگی آنا خانوم منو زد. اگه سالم از اینجا بره بیرون اسممو عوض میکنم. سرورم، من برای آقا مأموریتش رو به خوبی انجام داد. عالیه. دیگه باید منتظر فردا بمونیم. بیا تو. سرورم، صالح میخواد شما رو ببینه. الان؟ میگه که کار خیلی مهمی داره. باشه بیاد. صالح، این چه وضعیه؟ معلم تو جمع جلو بچه ها بهم سیلی زد. تو چی داری میگی صالحه؟ ورقه امتحانی رو انداخت زمین. بعد به من گفت که برش دارم. منم قبول نکردم. سرزنشم کرد و بهم سیلی زد. بعدم از مکتب انداختم بیرون. نمیخواستم بهتون بگم ولی ظاهر، بفرمایید سرورم. زود معلم رو صدا کن. بچه هم بیان. سلطانم، پادشاه معلم رو صدا کرده. فوق‌العاده است. همونی که میخواستم ولی شد. بچه هارم خواسته. بچه ها رو اصلا خوب نیست. به چه جرأت؟
به چه جرأت رو بچهای من دست بلند میکنی؟ ببخشید سرورم، متوجه نشدم. من دست روی کی بلند کردم؟ تو به صالح سیلی زدی، بعد انکارش میکنی. من به تو سیلی زدم؟ آره صالحه؟ سرورم، من رو شاگردام دست بلند نمی کنم. یعنی صالحه داره دروغ میگه؟ عبدالمجید، صالحه دروغ میگه پسرم. آبجی صالح هر چی بگه درسته سرورم. خب به نظر میرسه به تو بیشتر از حد ارزش قائل شدیم و توجه کردیم خانم معلم. سریع وسایلاتو جمع کن، میتونی از قصر بری. ولی سرورم، بیشتر از این نیازی به صحبت نیست. فقط برو بیرون، دیگه تو این قصر نمیخوام ببینمت. اطاعت میشه سرورم. بعد پادشاه گفت انور بیا یه گوشه از این کارو بگیر. مردم گشنه و درموندن، وضعیت وخیمه، بهت احتیاج داریم. پادشاه گفت آره، منو دوست داره. کمتر چاخان بگو انبر آقا. بچه ها ببینین چه اتفاقی افتاده، از ماجرا خبر داری؟ خاتون نفس بکش، چی شده؟ پادشاه آنا رو از قصر کرده بیرون. ای خدا، ولی اینجوری نمیشه که آنا. برو یه بار دیگه بهش توضیح بده موضوع چی بوده. نه به هیچ وجه، من حتی یه کلمه دیگه هم نمیگم. اون حرف منو باور نکرد. این بود پایان ماجرای من. چرا همتون اخم و تخم کردین؟ خوشحال شین بالاخره از شرش خلاص شدیم. هممون مگه همینو نمیخواستیم؟ خیلی خوب، هر جور راحتیم، هر چقدر دوست دارین اخم کنیم. به خاطر تو مجبور شدیم دروغ بگیم صالحه، متوجهی؟ به نظر من که از یه درد بزرگ رها شدیم. گلفدان ندیدی چطور بیرونم کرد؟ بعد از حرفایی که زدی کاری نکرد. هیچ کس با یه سلطان نمیتونه اونجوری برخورد کنه. البته چون تو دختر پادشاه نیستی اینا رو نمیفهمی. موضوع معلم دیگه بسته شد. تو این مورد همه باید مطیع بشن، مخصوصا تو. گلفدان متوجه شدی؟ کبوترا تو اومدی خیلی تو هوا بودا ولی زود بالاش شکست.
مستحقش بود. تو نگاه به اونا نکن. ای وای، اول گفتن آرد نیست، شیرینی رو قطع کردن، الانم تو میری. عنبر چی کار کنه؟ عنبر فراموشت نمیکنم. ببین قول دادی برام نامه بنویسی باشه؟ حتما. شایدم اینجوری بهتر باشه. نه تو تونستی با اینجا سازگار بشی، نه اینجا با تو. به خدا میسپارمت. به لطف شما خیلی خوب داره کار میکنه. خدا رو شکر که معلمایی مثل شما داریم. باید حدس میزدم پشت این موضوع شما باشین. از یه دختر جوان به خاطر هدفت سوء استفاده کردی. متاسفم. معلومه که به من ربطی نداره. اوستا سیف‌الدین خیره. این وقت شب چی دارین میپزین؟ پادشاهمون چیزی خواستن؟ نه جفت کافه. سلطان هوشیار تو حرمسرا دور همی ترتیب داده. ما هم شیرینی داریم میپزیم. تو این قحطی؟ والا ما هم تعجب کردیم. آرد نیست، گندم هم نیست، یکم برنج مونده بود، با اونم شیر برنج هم میزنم، روشم یکم میوه همین. ای خدای من. از نونواها خبر رسیده. آذوقه‌ای که دادیم داره تمام میشه. این آدم رو باید سریع پیدا کنیم، وگرنه این پس فطرتایی که این کارو کردن همشون به هدفشون میرسن. همه دارن با جون و دل تلاش میکنن. به هدفمون میرسیم انشالله. انشالله. سرورم، چیز دیگه ای هست که ناراحتتون کرده باشه؟ از کجا به این نتیجه رسیدی؟ چی؟ ابروهاتون گره خورده، حال نداریم واسه همین. به خاطر معلمه اعصابم خورده. اون موضوع منم شنیدم. فکر میکردم آدم فقط از دست کسایی که خوب میشناسه و دوست داره ناراحت میشه. با اینکه آنا خیلی وقت نیست اینجاست، نمیدونم چرا سکوتش منو به فکر فرو برده. معلومه بیشتر از چیزی که فکر میکنید براتون ارزش داره. حالا هرچی تموم شده رفته دیگه. آنا اینجا چی کار میکنی؟ سلام نادیا، فورم باید با سفیر صحبت کنم. یه کار فوری براش پیش اومد رفت. چرا اینقدر مضطربی تو دختر؟ از قصر اومدم بیرون. امکان نداره. کلن اومدم. متاسفانه پادشاه بیرونم کرد. برای چی؟ بعدم برات تعریف میکنم چی شده.
فوراً باید با اکسلانس صحبت کنم. لطفاً بگو که من اومدم باشه. البته. نادیا خیلی مهمه. البته که میگم، نگران نباش. ممنونم نادیا. فکر نمی‌کردم به این چیزا اعتقاد داشته باشی دیمیتری. همیشه منو متعجب میکنید. در واقع اعتقاد ندارم زفیر، ولی حال و هوای کلیسا همیشه به هم آرامش میده. آدمای ساده‌ای که اینا رو باور میکنن باعث میشه حس کنم خیلی قدرتمندم. اینطور نیست؟ خب چه خبر از تو؟ خبر تازه‌ای هست؟ همونطور که گفتین نومیک پاشا رو قدم به قدم تعقیب کردم. دنبال یکی به اسم عارف لنگ میگردن، ولی یارو گم و گور شده. محمود از چیزی که فکر میکردم سریع‌تره. مانع نشم زودتر پیداشون میکنه. میخواین اگه پیدا شد در مورد جریان نومیک پاشا با عارف گوشزد کنم؟ نه اصلا کاری نکن. به حال خودشون رهاشون میکنیم. ببینیم تهش به کجا میرسه. تو فقط چشم ازشون بر ندار باشه. سلطان اسما از اونی که فکر میکردم زودتر تو تله میافته. دخترم، موسیقی شاد بنوازید تا حالمان خوب شود. مردم نون پیدا نمی کنن، اون وقت ما اینجا داریم جشن میگیریم. خدا ببخشه، پادشاه هم نشنوه. گلفدان چرا اینجوری شدی؟ نه دهن وا میکنی نه میخندی. واسه یه معلم ناراحتم سلطانم. چرا ناراحتی؟ اشتباهی که کرده جای بخشش نداره. معلومه که باید مجازات میشد. تو اینطوری فکر نمی کنی؟ درست میگین سلطانم. تو هم خیلی خوشحالی صالحه. هر کی ندونه فکر میکنه سیلی رو یکی دیگه خورده. چرا خوشحال نباشم؟ حق به حقدار رسید. معلم بالاخره گم شد رفت. دیگه چی میخوام؟ بابا سفیر رو این اواخر دیدی؟ نه عزیزم، خیلی وقت ندیدمش. فکر کنم درگیره. چطور مگه؟ هیچی، هم اینجوری. از نیکولای چه خبر؟ به نظرت نامه رسیده دستش؟ آنا بعد از رفتنت ازش هیچ خبری نیست. میدونم شبیه هیچ کدوم از غذاهای قصر نیست، ولی دخترم یکم میخوردی. زیاد اشتها ندارم. اینا رو تست کن روسین. فامالیک از پتربورگ یه علمه آورده مستقیم از بازار روستا. مثل عسله. با خرمه های اینجا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. واقعا طعمش بی‌نظیره. خودتو داغون نکن. زندگی تو قصر مناسب تو نیست. میدونم بابا جون، ولی سخته که به خاطر یه تهمت اونجا رو ترک کنم.